روز گذشته در کتابخانه علمی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با تشبث مرکز میراث خطی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با مقصد بالا بردن سطح آگاهی جوانان و زنان راجع به اهمیت میراث حجتی و سهم یونسکو در حفظ میراث حجتی سمیناری آموزشی برگزار گردید. طبق اطلاع مسئولین سمینار آموزشی مذکور دوام یک ماه در همین شهر و نواحی جمهوری گذرانده شده. هدف اساسی این سمینارها به مردم آموزاندن طرز حفظ، ترمیم، نگهداری و در حالت‌های ضروری به مرکزهای ساحوی پیشنهاد کردن و از نابودشوی نجات دادن میراث خطی نیاگان و برای خط فهرست دستنویس‌های خلق تاجیک وارد کردن آنها میباشد. این سمینارهای ما مدت یک ماه در شهر و نواحی تمام شهر و نواحی جمهوری برگزار می‌گردد که عین حال ما در شهر خوجند و بعداً در شهرهای بوستان، گلستان، استرافشان و شهر اسفره و دیگر ناحیه‌های ولایت سوخت این سمینارها را برگزار می‌کنیم. این سمینارها از جانب مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در همکاری با یونسکو برگزار می‌شوند و هدف اساسی این سمینارها به مردم طرز حفظ، ترمیم، نگهداری و در حالت‌های ضروری به مرکزهای ساحوی پیشنهاد کردن و از نیست‌شوی، از پوسیدن و نابودشوی نجات دادن میراث حجتی یا همون میراث خطی گذشتگان ما میباشد. در شورابینی نمایندگان مرکز میراث خطی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان راجع به حفظ، نگهداری و ترمیم یادگاری‌های مادی تاریخی و به این وسیله در عرصه جهانی معرفی نمودن خلق تاجیک و تاجیکستان همچون خلق صاحب تمدن و صاحب معرفت معروضه کردند. با باوری کامل میتوان گفت که برگزاری سمیناری آموزشی از جانب مرکز میراث خطی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان جهت بالا بردن سطح آگاهی جوانان و زنان دایر به میراث خطی نیاگانمان در شناسایی جوانان با میراث خطی نیاگان، دستنویس‌های قدیمه، نگاه داشتن یادگاری‌های مادی تاریخی و این وسیله در عرصه جهانی معرفی نمودن خلق تاجیک و تاجیکستان همچون خلق صاحب تمدن و صاحب معرفت به نظر است می باشد. در سمیناری مذکور امروز جوانان با یک قطار یادگاری‌های خطی تاریخی شناس گردیدند که البته در برابر بالا رفتن دانش آنها همچنین در بلند برداشتن حسی وطن دوستی و میهن پرستی آنها مساعدت می نماید. در سمیناری آموزشی دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان شرکت ورزیدند. برگزاری چنین چهاربینی‌ها برای آگاهی جوانان و زنان عاید به حفظ و نگهداری میراث خطی نیاگان مساعدت نموده جهت بلند برداشتن حسی وطن دوستی و میهن پرستی جوانان نقش بارز دارد.